خب ما در قسمت سوم از داستان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها هستیم. به اونجا رسیدیم که ام المؤمنین خدیجه با محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر الهی ازدواج کرد، 4 دختر برای ایشون به دنیا آورد، 2 پسر برای ایشون به دنیا آورد که پسران در دوران همون طفولیت از دنیا رفتن که در بعد از دوران اسلام به دنیا آمدن، و 4 دختر هم که 3 دختر قبل از وفات پیامبر از دنیا رفتن و حضرت فاطمه رضی الله عنها هم که همسر حضرت علی بود 6 ماه بعد از پیامبر از دنیا رفت. و اینم اشاره کردیم به این که ام المؤمنین خدیجه جدا از این که خب برای فرزندان خودش مادری مهربان بود و برای محمد صلی الله علیه و سلم همسری وفادار بود، برای علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هم که به خاطر مشکلات مالی که در خانواده ابو طالب بود یک در واقع مادری بود، چرا که ایشون علی رو پیامبر پذیرفت که بتونه شرایط زندگیش رو حفاظت بکنه در تربیت و بالاخره مشکلات غذایی و پوشاکی که رسم بود که برای اینکه ابو طالب فرزندان زیادی داشت تا بتونه کمک خرجی برای ابو طالب شده باشه. و ام المؤمنین خدیجه به علی هم همون گونه نگاه میکرد که به فرزندان خودش نگاه میکرد. اما رسیدیم تا اونجا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حالا دیگه شرایط داره تغییر میکنه. نگاه کنید اون بحث امانتداری پیامبر، خوشرفتاری، خوش اخلاقی و اون حالاتی رو که از ایشون مردم حس میکردن و سر میزد و خیلی هم میفهمیدن، خب در یک شرایطی بود که نزدیک شرایط بعثت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. یک نکته رو نباید فراموش کنیم که وقتی پیامبر خدا با مشکلی مواجه میشد، ام المؤمنین خدیجه میگفت نگران نباش، چرا که تو آدمی هستی که صله رحم رو به جا میاری. اینا کنید ارزش صله رحم رو بدونید. تو آدمی هستی که مشکلات مردم رو، بار مشکلات مردم رو به دوش میگیری و سعی میکنی کمکشون کنی. اینها رو یا کنید در فهم عرب جاهلی هم این مفاهیم عمیق رو داشت و این نشون میده که انسانی که دارای این سجایا اخلاقی باشه، این انسان کمک میشه. تو آدمی هستی که از کار افتادگان و آدمایی که مثلا دچار شرایط سخت زندگی هستن یاری میکنی. تو آدمی هستی که به مهمانان رو سعی میکنی خوب ضیافت کنی، ازشون پذیرایی بکنی. تو آدمی هستی که به مصیبت دیدارگان یاری میرسونی. اینا مطالبی بود که ام المؤمنین خدیجه هر وقت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با مشکلی مواجه شد در شرایط خب به ایشون ذکر میکرد. بالاخره شرایط این گونه شد که برسیم به داستان بعثت پیامبر. خوب نگاه کنید، خب اهل مکی که پیامبر رو میشناختن، اخلاق و رفتار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو هم میدونستن و از طرفی متاسفانه اهل مکه هم همون غرق مسائل جاهلی خودشون بود و وقتی که دوچار حتی مشکلی هم میشدن گاهی میدیدی که پیامبر مراجعه میکنن برای رفع اختلاف و مشکلات خودشون. اما پیامبر رنج میبرد. ایشون هنوز به پیامبری نرسیده بود، هنوز نمیدونست دین چیه، حقیقت چیه. خدا هم میگه تو نمیدونی کتاب چیه، نمیدونی ایمان چیه. اما میدید این رفتار مردم، این عبادات جاهلانهشون دور کعبه، این مثلا متوسل شدنشون به این بت‌ها و صلح‌ها و فرشتگان و جنیان، میدید کار درستی نیست. ستمی که بر مستضعفان میشد، ثروتمندان در شرایط خوبی بودند و به قول معروف فقرا در شرایط بدی بودند و بردگان. خب پیامبر رنج میدید، محمد صلی الله علیه و آله از این مسئله رنج میدید. میدید که ثروتمندان ضعفا رو پایمال میکنند. میدید که فساد اخلاقی در جامعه عرب رواج پیدا کرده. انواع ازدواج‌هایی رواج پیدا کرده که اصلا این ازدواج‌ها جز نابودی اخلاقی چیزی دیگری رو پدید نمیاره. جنگ‌های قبیلگی رو پیامبر میدید، نژاد پرستی رو میدید. همه اینها چیزهایی بود که محمد صلی الله علیه و سلم رو نگران کرده بود و الان خب سن ایشون حدود 40 سال بود. این بود که گاهگاهی در فکر و اینها بود. میرفت غار حرا کوهی هست که اگه به مکه رفته باشید که وقتی در بالای کوهی هست که از اون بالای کوه می‌بینید به کعبه اشراف داره و گاهی شب‌های متعدد رو اونجا می ایستاد. گاه میشد مثلا ام المؤمنین خدیجه از خواب بلند میشد میگفت کجاست محمد؟ میگفتن که حتما باز رفته تو خلوتش. خدیجه که خب زن جا افتاده و پخته‌ای بود میگفت باشه بهش کاری نداشته باشید، اون خودش حال خودش رو بهتر میفهمه. این رو هم نگاه کنید، بحث‌های همسرداری هم در این داستان هست. حالات رو داشته باشید که چگونه ام المؤمنین خدیجه برخورد میکرد، بره سر صدا بکنه فلان بکنه، آی تو زندگی نداری، همسر نداری. نه، گفت این انسان عاقل فهمیده، خوش اخلاق، خوش رفتار، بالاخره اهل نیکی است، بهتر میتونه با حال خودش. تا اینکه یک سری خواب‌های صادقی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میدیدن که اشاره از نور نبوت داشت
و گویا که این خوابها مثل طلوع صبح بود که در ذهن ایشون می اومد و یک سری ترس و دلهره رو در پیامبر خدا ایجاد کرده بود و به ام المؤمنین خدیجه میگه یا خدیجه من گاهی که در خلوت خود هستم یک صداهایی میشنوم، یک حالاتی رو میشنوم که برام پیش میاد، نمیدونم نکنه من یه وقتی خدای نکرده دچار یک حالت روحی چیزی شده باشم. ام المؤمنین خدیجه میگه نه معاذ الله، خدا الله با تو هر چنین کاری رو نمیکنه. گفتم الله رو خوب میشناختن مشرکین، لا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله، میگفتن الله بوده. در هر صورت خدا با تو این کارو نمیکنه، چرا که تو امانت داری، تو صله رحم به صله رحم رو به جا میاری، تو آدم راستگویی هستی. و این گونه موارد رو وقتی که ام المؤمنین خدیجه میگفت، خب پیامبر کمی آرام میشد و این سخنان که گویا که ام المؤمنین خدیجه هم از روی فراست اون ذکاوت اون زن معمولی نبود که اینطوری که ما اشاره کردیم میبینیم، خوب متوجه شده بود که در چه شرایطی هست و گویا که یک اتفاقی داره میفته، ولی کسی نمیدونست واقعا چگونه هست. و این سخنان ام المؤمنین خدیجه گفتیم که بر اساس یک آگاهی بود که میتونست پیامبر کمک بکنه، تا اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که در یکی از روزها که در غار حرا بود، جبرائیل بر ایشون نازل شد و آیاتی را از سوره اقرا بر ایشون خوند. و بذاریم از حالا به بعد ببینیم ام المؤمنین عایشه این داستان رو برای ما تعریف میکنه رضی الله عنها، ببینیم که ایشون چی میگه، که ببینید که موقعیت و برخورد ام المؤمنین خدیجه در این داستان چگونه است و بشارتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اینجا شامل حالش میشه از نبوت. ام المؤمنین عایشه میگه که وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این سوره علق اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا باسم ربک الذی خلق برایشون نازل شد و در اون حالت جبرئیل ایشون بالاخره دیده بود بخوان و فلان اینا، گفته بود من خواننده نیستم و بالاخره جبرئیل ایشون رو تحت در آغوش گرفته بود و فلان اینها، گفته بود بخوان و آیات سوره اقرا رو خونده بود. وقتی که میگه پیامبر خدا برگشت از این جریان، خب نگاه کنید این فشار وحیه، یعنی یک فردی یک چنین مسئولیت بزرگ آسمانی یک دفعه بهش انزال میشه، ارسال میشه به سوش و این مسئولیت رو باید بپذیره. میگه پیامبر برگشت در حالی که قلبش به شدت میتپید و اومد پیش ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها، گفت زملونی زملونی، من رو بپوشون. احساس سرما میکرد، احساس تپش میکرد. این آدم حالتی که یک فشار و یک سنگینی، بار سنگینی که بر ایشون فرود اومده بوده. و که ام المؤمنین خدیجه بالاخره زید ابن حارثه علی اینا که بودن ایشون رو میپوشونن که تا این کمی از این حالتشون کم بشه، این اضطراب و نگرانی، حتی به نوعی ترس، شاید روعی که در لغت عرب میاد، در حدیث این گونه میاد. بعد خدیجه میگه خب به من بگو چی شده، و ایشون به خدیجه تعریف میکنه که بله من میترسم یک همچین اتفاقی افتاده، میترسم خدای نکرده من نکنه آسیب دیده باشم و دچار توهم شده باشم. ام المؤمنین خدیجه میگه نه، قسم به خدا، خدا تو رو خار و ضایع نمیکنه. تو آدمی هستی که صله رحم به جا میاری، تو آدمی هستی مشکلات مردم رو حل میکنی، به داد فریاد مستضعفان و بیچارگان میرسی، مهماندار هستی، حفاظت از مهمانانت به خوبی پذیرایی میکنی، به سختی ها در مشکلات از حق پیروی میکنی و تو یه همچین چیزی هستی، هیچ نگران نباش. اینجاست که ام المؤمنین خدیجه میره پیش ورقه ابن نوفل ابن اسدی که گفتم که پسرعموی خدیجه رضی الله عنها هست، که در اون زمان معروف بود که ایشون نصرانی شده در زمان جاهلیت، برقت ابن نوفل، و به کتاب و کتابت عبرانی کاملا آگاهی داشت، به انجیل و کتاب‌های آسمانی گذشته، و اما دیگه حالا پیر شده بود و نابینا شد. خدیجه اومد گفتش که پسرعمو، اون گفت چیه؟ گفت نگاه کن یه اتفاقی برای پسر برادرت افتاده. ورقه چی گفت؟ گفت چی شده؟ گفت نگاه کنید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک چنین داستانی تعریف میکنه و میگه چنین چیزی رو دیده. ورقه میگه که نگران نباش، این همون ناموسی است که خداوند بر موسی علیه السلام، همون امانتی است که خداوند بر موسی علیه السلام فرستاده و نگران نباشید، دلتنگ نباشید. اگر من یه روزی زنده بودم، زندگی من تداوم داشته باشه، من میدونم که شما خواهید دید که شما که از این سرزمینتون بیرون میکنن، ای کاش من زنده بودم و میتونستم اون زمانی که شما رو دارن بیرون میکنن شما رو حمایت بکنم. بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی این خبر رو شنید گفت واقعا من از اینجا اخراج میکنن، از این سرزمین؟ گفت بله اینجوری هست، این طبیعت
قوم‌هایی هست که دچار شرک و گناه و خرافات میشن وقتی پیامبری حقی رو میاره و این کار میشه گویا که ایشون در کتاب‌های آسمانی گذشته چنین چیزی رو دیده بود. گفت اگه من در اون روز بودم حتما من تو رو یاری خواهم کرد با تمام توانم، اما قسمت این گونه نبود که بالاخره ورقه بن نوفل از دنیا رفت و یک فترتی هم در وحی بالاخره پیش اومد که در همین زمان فترت وحی ورقه بن نوفل از دنیا رفت. و جالب شعری رو هم اینجا نقل میکنن که میگه که فَإِنْ یَکُ حقا یا خدیجة فَاعْلَمِی، ای خدیجه بدون بر چه هست حدیث که ایانا فاحمد مرسلی، اون چیزی که تو برای من تعریف کردی خبر از پیامبر احمد داره که ارسال شده و جبریل یأتیه و میکائیل و معهما، جبرئیل اومده میکائیل هم باش همراه بوده، من الله روح یشرح الصدر منزلی، که اشاره میکنه به این جریانی که پدید اومده. بالاخره در همین ابتدایی که اسلام رو خداوند پیامبر رو پیامبری برگزید محمد صلی الله علیه و سلم رو، ام المؤمنین خدیجه اولین فردی است که به ایشون ایمان میاره و این عظمت و بزرگواری نصیب ایشون میشه. اولین فردیه که ایمان میاره، اولین فردی که رسول الله رو تایید میکنه، اولین فردی هست که آیات الهی که بر ایشون نازل شده میشنوه از دهان پیامبر به طور مستقیم. و این اسلام ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در اون شرایط ببینید دارای چه اهمیتی و نشون میده که این همسر چه نفس پاک و شفاف و نورانی داشته و چه عقل و خردی داشته که در اون شرایط که کاملا میدونستید دیگه اون رو برقم گفت، یعنی شرایط اجتماعی همه علیهش میشن، ولی به محمد ایمان میاره، هم به عنوان همسر وفادار، هم به عنوان صحابیه‌ای وفادار و مطمئن. ایمانی که ما نمیتونیم به همین راحتی در این مورد بخوایم سخن بگیم، یعنی این حقیقت رو کسی درک نمیکنه مگر کسی که بچشه. ما اصلا نمیتونیم تصور بکنیم اون لحظات چگونه هست، در حالی که همه مردم علیه محمد صلی الله علیه و سلم شده بودن، ایشون محمد رو حمایت میکرد، همه ایشون رو تکذیب میکردن، ام المؤمنین خدیجه ایشون رو تایید میکرد، مال خودش، توان خودش، همه رو قرار داده بود در راه کمک و دفاع از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. خب داستان رو همینجا داشته باشید. قسمت 4 داستان رو ان شاء الله فردا با هم خواهیم خوند. خدا یار و نگهدارتون.